یک روحانی 28 ساله از تاجیکستان با نام عزیز مراد یا عبدالعزیز در شهر اوفا پایتخت جمهوری باش کردستان روسیه با اتهام عذاب و عقوبت فرزندان خردسال مهاجران تاجیک دستگیر کردند. گفته می شود مهاجران تاجیک که روز دراز با کار و بار خود اندرمان بودند و وقتی برای تربیت فرزندان نداشتند، فرزندان کجرفتار خود را از شهرهای گوناگون روسیه به اوفا آورده برای تربیت به عبدالعزیز می سپاریدند تا که او آنها را در کلوب مرحبا در رویه ارزش‌های دینی مسلمانی و ملی تاجیکی تربیت درست کند. بنا به اطلاع نشریه‌های محلی برای تربیت به این روحانی جوان اساساً کودکانی را می‌دادند که در کوچه بیهودگری کرده به مکتب نمی‌رفتند و به کارهای بد چون کشیدن نوس و سیگار و تو دزدی و اوباشی عادت کرده بودند. ولی می نویسد تلگرام کانال ماش مربی تاجیک کلوب مرحبا را عملاً به زندان کودکان تبدیل داده بود و در اینجا گویا شاگردان را در حجره‌های بدون کت خواب محکم کرده برای هر یک گناه خردترین جزای سخت میدادند و دائم لطکوب میکردند. به اطلاع این کانال پلیس از وجود این زندان کودکان وقتی خبر یافت که یکی از شاگردان کلوب مرحبا از عذاب و عقوبت به جان آمده از اینجا فرار کرد و در کوچه کارمندان پلیس را دیده پیش آنها آمد و خبر داد که از کجا و برای چی فرار کرده است. کارمندان پلیس وقتی از این کودک خبر یافتند که در آن کلوب هنوز باز چندین کودک دیگر در بند قرار دارند، زود به آنجا رفته آن کودکان را از اسارت خلاص کرده و مربیشان را دستگیر کردند. رئیست تفتیشات باشکردستان روز 28 فوریه سال 2023 رسما تصدیق کرد که شعبه تفتیشات نویه کلید شهر اوفا نسبت به یک شهروند خارجی 28 ساله بر اثر دو بند کودک جنایتی روسیه ماده 156 و قسم 2 ماده 117 با اتهام اجرا نکردن مسئولیت در تربیت کودکان و عذاب و عقوبت بیش از 2 کودک عیب اعلام کرده او را به حبس پیشکی گرفته است. بنا به فرضیه تفتیشات عیبدار شونده ماه ینور فوریه سال 2023 در جریان تربیت و نگاهبین نابالغان نسبت به 5 کودک سنشان از 6 تا 12 از زورآوری استفاده برده است. درباره این حالت مقامات حفظ حقوق از جریان صحبت با یکی از شاگردان این مرد خبر یافتند و در پی این کودکان را از آنجا گرفته به مرکزهای حفظ اجتماعی سپردند. گفته می شود در اطلاعیه باید دورشونده بر اساس ماده 156 از جریمه تا کارهای اصلاحی یا حکم زندان به مهلت تا 3 سال و برای عذاب و عقوبت کودکان از 3 تا 7 سال زندان تعدیل می کند. هرچند مقامات تفتیشاتی درباره از کدام کشور بودن عیبدار شونده چیزی نگفته او را تنها یک شهروند خارجی 28 ساله نام بردند، ولی نشریه‌های محلی خبر دادند که او زاده تاجیکستان است. از تاجیکستان بودن مرد دستگیر شده را در مسجد مدینه که با کلوب مرحبا در یک بنا جایگیر شده است تصدیق کردند. رنات یکی از مالکان این بنا به نشریه محلی اوفا یک خبر داد که مرد دستگیر شده عزیز مراد نام داشته به این مسجد برای ادای نماز می آمد. رنات ایده‌های نشریه‌های محلی درباره بخشی از مسجد مدینه بودن کلوب جنجالی را رد کرده و گفت کلوب مرحبا بغیر از همسایگی هیچ ربط دیگری به مسجد ندارد. خود عبدالعزیز برای شرح ماجرا دسترس نیست، ولی رنات گفته است که مربی کلوب مرحبا برعکس تصویر رسانه‌های محلی نه مثل یک آدم خشمگین بلکه یک مرد خوش‌سواد و پایبند به عنعنه‌های مردم خود به نظر می رسید. نقل کرده است رنات روحانی تاجیک را وقتی دستگیر کردند که بنا به اطلاع رنات زوجه جوان او حامل است. رنات ایده‌های درباره از لحاظ عقیده‌های افراطی بودن عزیز مراد را نیز بی پایان امید وی دانشگاه اسلامی را در تاجیکستان ختم کرده است. تاجیکستان در این مسئله خیلی سیاست شدید دارد. گفت رنات او نقل کودک از کلوب مرحبا گریخته را نیز دور از حقیقت نامیده فرضیه خود را نقل کرده است. یکی از کودکان گپنوگیری کرده است. به گفته رنات مهاجران تاجیک به عزیز مراد برای تربیت ماس فرزندان دشوار تربیت خود را میدادند، کودکانی را که نه فقط با تربیتشان بلکه الکی با پلیس مشکل داشتند و کار با چنین کودکان کار چندان سال و آسان نیست.